سلام میکنم به 40 سالگیم. حالت چطور است 40 سالگی؟ ایام به کام است؟ 30 سالگیم را با تمام خوبی‌ها، بدی‌ها، ناکامی‌ها، کامیابی‌ها، ترس‌ها، زیبایی‌ها پشت سر گذاشتم. و اکنون که در آستانه 40 سالگیم هستم، دلهره‌ای عجیب مرا فرا گرفته است. دلهره‌ای که هم تلخ است و هم شیرین. خدا حافظی میکنم با 30 سالگیم و درود میفرستم بر 40 سالگیم. اکنون که 40 بهار، 40 تابستان، 40 پاییز و 40 زمستان را پشت سر گذاشتم، نگاهم به زندگی عوض شده است. نگاهم به زندگی زیباتر شده است. لحظاتی که در 30 سالگی برایم دشوار بود، اندکی سهل شدند و امیدواریم 100 چندان. با تمام وجود 40 سالگیم را در آغوش میگیرم و برای خودم آرزوی روزهای آرامتر و پر آرامشتری میکنم. سلام میکنم به 40 سالگیم و گام برمیدارم به سوی روزهای بهتر. مبارک باشد این 40 سالگی. انشالله 100 ساله بشی. من 100 ساله سرم بازی. شروع کنیم؟ تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک. یا شمع رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی، تنت شاد و دلت خوش، تو بلبل خنده باشی. 1 2 3 واسه آرزو کنم. تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک. مرسی. سلام. سلامت باشی. واقعا دوربین رو آماده کرده بودم که بیام بهت بگم تولد خانمتو بهش تبریک بگو. ممنون. مبارک باشه. ان شاءالله که 100 سال زندگی پر از سلامتی، پر از پیشرفت خودت، بچه‌هات داشته باشی. ان شاءالله. یکو ببین یه ذره منو بچه‌ها ازش خوردیم. تولد گرفتیم با اجازه، با عرض شرمندگی ما شمع رو روشن کردیم. گفتیم شب میشه و دیگه فیلمش زیاد خیلی هم خوشگل، جالب عذاب در نمیاد. مبارک باشه. ولی خرابکاری شد. کیکو اومدم از قالب بیارمش بیرون. حالا یه برنامه‌ای براش پیش اومد. اشکال نداره. خیلی هم خوشگل و خیلی زیبا شد. دست درنت. مرسی، متشکرم که برای خودت تولد گرفتی. خودمون تحویل گرفتم. کیک می‌خرم که. سلام و 100 سلام بر شما بینندگان دوست داشتنی و مهربان کانال من. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امیدوارم که روزهای پاییزی خوبی رو سپری کنید. امروز 24 مهره. 24 مهر تولدمه. تولد 40 سالگی. بله دیگه 40 ساله شدیم رفت. امروز هیچ کی خونه نیست، بچه‌ها رفتن مدرسه، همسرم هم رفته مغازه. من گفتم یه نیمچه تولد واسه خودم بگیرم، یه کیک واسه خودم درست کنم و یه چایی دم کنم و یه تولد کوچولوی تنهایی واسه خودم بگیرم. تا حالا همسرم و بچه‌ها میان خونه و کیکو ببریم و اینا. حالا کار داریم.
خب دیگه شروع کنیم. اول کیک رو درست میکنم. همونجورم که خودتون میدونید خانم‌ها کیک شکلاتی و کاکائویی و اینا رو خیلی دوست دارن. من واسه تولدا همیشه کیک شکلاتی و کاکائویی درست میکنم. امروز هم میخوام واسه خودم یه کیک شکلاتی، کاکائو البته، کاکائویی که خیلی خوشمزه درست کنم. کیک گاتوشا که همیشه درست میکنم، امروز هم میخوام اونو درست کنم. به نظرم خیلی خوشمزه است. با این تفاوت که امروز روش گاناش میریزم. گاناش شکلاتی روش میریزم، خوشمزه میشه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. حالا من امروز اینجا آرد سفید دارم. من واسه کیکام از آرد سفید استفاده نمی‌کنم. از آرد گندم استفاده می‌کنم چون خاصیتش بیشتره دیگه. آرد سفید مواد مغذی نداره. آرد گندم استفاده می‌کنم که سبوس داره. کیکاش هم واقعا خوب میشه. فقط با 3 بار الکش کنید که کیک پوک بشه. حالا من امروز پیدا نکردم آرد گندم، همسرم رفته بود نونوایی پیدا نکرده بود، حالا آرد سفید گرفته بود دیگه. حالا دیر رفته بود یا هر چی، آرد سفید گرفته بود آورده بود. حالا اشکال نداره، امروز از آرد سفید استفاده می‌کنیم. در حدود 2 لیوان آرد سفید می‌کنیم. خب 1 لیوان شکر. من امروز رفتم دیدم شکر تموم شده، به زور اینقدر شکر پیدا کردم. حالا سرخالی اشکال نداره، ولی شما 1 لیوان سرخور بریزید. نصف لیوان شیر. یه لیوان روغن مایع. روغن رو بهش اضافه میکنم. و نصف لیوان پودر کاکائو. شش قاشق از این سس رو برمیدارم برای روی کیک. بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری. یه خورده بکوبیمش، تهدیدش کنیم که خوب پف کنه. چون کیکی که واسه همسرم درست کردم خیلی خوب شده بود، امیدوارم که این هم خوب بشه. بذارمش تو دمای 180 درجه که حدود نیم الی 45 دقیقه بپزه دیگه. سر نیم ساعت بهش سر میزنم ببینم اگه پخته شد که برش میدارم، اگه نه که یه رو دیگه باید بمونه. حالا من جز اون دسته از افرادی هستم که سورپرایز ها رو خیلی دوست ندارم. شما هم همینجوری یا نه؟ چون من افراد زیادی رو دیدم، شنیدم که سورپرایز ها رو دوست ندارن. من جز اون دسته از افراد هستم. دلم میخواد که همیشه واسه هر چیزی برنامه‌ریزی کنم. هم اخلاقمه دیگه، دست خودم نیست. تولدم دوست ندارم کسی برام بگیره. نمیدونم چرا، ولی یه حس غریبی بهم دست میده. دوست دارم همینجوری یه
تبریک بهم بگن و رد شن و برن. خودم هم حالا امسال اولین باره که یه کیک دارم واسه خودم درست میکنم. حالا ببینیم تولد امسالم چجوری میشه، چون متفاوته دیگه، تولد 40 سالگیمه. دیشب داشتم به همسرم میگفتم وای اصلا نفهمیدیم چجوری 40 ساله شدیم. ماهرو بهم میگفت نه مامان اصلا بهت نمیاد که 40 سالت باشه. حالا گفتم چه بهم نیاد چه بهم بیاد، میگه 40 ساله شدیم. طعم 40 سالگی رو چشیدیم. گل‌های تولد 40 سالگی. کیک ما پفش هم خیلی خوب شد. سوراخ‌های روش ایجاد میکنم. بعد سس رو من خلال دندون پیدا نکردم یا سیخ چوبی، با این میزنم. تا زمانی که کیک داغه سس رو بدید روش که به خورد کیک بره. وقتی که کیک سرد شد از داخل قالب میارمش بیرون. برای درست کردن گاناش شکلاتی هم یک بسته خامه صبحانه دارم و با مقداری شکلات تخته‌ای. خامه صبحانه رو میذارم رو بخار کتری. وقتی که آب شد شکلات تخته‌ای رو بهش اضافه میکنم. باز دوباره یه خرابکاری انجام دادم. این روزا همش خرابکاری میکنم. قبل اینکه سس شکلات رو بریزم باید از تو قالب درش می آوردم. من یادم رفت این کارو نکردم. همون تو قالب سس رو ریختم روش، بعدش هم از تو قالب بیرونش آوردم. سس چسبید به ته ظرف و کنده نمیشد و به یه مکافات دوباره کیک رو جمع جور کردم. حالا اشکال نداره، مهم مزه‌ش که خیلی خوب شده. حالا اینم کیک 40 سالگی ما، کیک درب و داغون 40 سالگی ما. اشکال نداره. خامه کامل حل شد. شکلات تخته‌ای رنده شده رو بهش اضافه میکنم. حالا ببینیم این خراب نشه. با این گانوش عیب‌های کیکم رو میپوشونم، اشکال نداره. حالا شما بیننده ها غریبه نیستی. گاناش آماده شد. یه خورده سرد شه بریزمش رو کیک. ولی کیک ظاهرش همچین بدم نشده. حالا این سس گاناش رو میدم رو کیک. امیدوارم که خرابکاریای کیکم رو بپوشونه.
خب دیگه این هم از کیک ما، کیک تولد 40 سالگی مینا خانم. اشکال نداره من ازش خوب شده. شاید اگه 10 سال پیش بود خیلی ناراحت میشدم بابت اینکه کیکم خراب شده، ولی الان نه دیگه، یه خورده بزرگتر شدم. اشکال نداره، یاد گرفتم که واسه چیزای کوچیک خودم ناراحت نکنم. اشکال نداره، میشه خوردش، مهم اینه که میشه خوردش. دوستان مهربانم، این بود گوشه‌هایی از تولد 40 سالگی من. امیدوارم که ازش لذت برده باشید. تا برنامه‌های آینده، خدا نگهدار همه شما.